رساله دوم معنای حقیقی روزه. معنای حقیقی روزه. برادر گرامی، خواهر گرامی قدر، به درستی که روزه معناها و مقصدهای زیادی دارد که در مقدمه معنا مقصدهای اساسی این روزه قول الله سبحانه و تعالی است که آمادگی نفس از برای تقوا. چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه ماه رمضان برای شما فرض گردانیده شد چگونه که بر پیشینیان فرض گردانیده شده بود. لعلکم تتقون باشد که شما از جمله و زمره متقیان قرار بگیرید. پس معنای اساسی روزه این یک راه است برای تقوای الهی. برای تقوای الهی را پیشه کردن، آماده سازی این نفسی بنده برای اطاعت و فرمان برداری او سبحانه و تعالی و آن چیزی که بین بنده و پروردگار است این را یک رابطه مستحکم قرار دادن و همچنین بین بندگان و بین خلق الله سبحانه و تعالی. اساس معنی این روزه این تقوا و پرهیزگاری که با واسطه تقوا و پرهیزگاری بنده اوامر الله، امرهای الله و امرهای رسول الله را اجرا میکند و از نهیهای او سبحانه و تعالی دوری میجوید و فرار میکند. و چگونه ای که همچنین مردمانی هستند که دیگری از معناهای روزه رو، دیگری از فایده های روزه رو که برای ما بیان کردن، گفته می شود که روزه یک مشق صحی است که نفس انسان در طول یک سال در این یک ماه خود را و معده خود را مشق می دهد و آن را استراحت می دهد. هر ساله که این روزه داشتن برای انسان فایده های صحی دارد که کم کردن روغنی ها از بدن انسان و دور کردن این روغنی ها و همچنین خلاصی یافتن از بعض چیزهای ضررناک که در بدن انسان طول سال جمع شود. اگرچند که بنده به خاطر این چیزها روزه نمی دارد، مقصد مرام اساسی روزه این تقوای الهی است، فرمان برداری او، امر الهی را اجرا کردن. علاوه بر این فایده ها را هم انسان در خود کسب خواهد کرد. و همچنین گاهی گفته می شود که غایت و اساس روزه‌داری این بر می گردد به صبر بنده و تحمل بنده و آماده سازی بنده برای یک روحیه بلندتری نزدیک شدن به پروردگار و اطاعت و فرمانبرداری او که با واسطه روزه بنده از شهوات نفسانی خود خلاصی می بود و فکر افکار نفسانی و شهوانی که هست آن را محکم می سازد و غیر از غرضهای نیکوی هم این روزه به خود دارد. پس فایده های این روزه عظیم است و زیاد است که این روزه برای شخصان مکلف فریضه الهی است، از برای تربیه مسلمان که این روزه را با اخلاص و تقوای الهی سبحانه و تعالی، با صبر و خشیت و ترس از او سبحانه و تعالی و رحمت و امید به سوی او باید بگیرد، با نیکویی و عمل صالح و همچنین در آخر حساب اجر پاداش که بی اندازه است از نزد الله سبحانه و تعالی. چگونه که در حدیث آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت بخاری و مسلم است: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اگر هر کسی که روزه را از روی ایمان و حساب اجر پاداش بگیرد، غفر الله له، الله او را می آمرزد ما تقدم من ذنبه، آنچه که از گناهان گذشته‌اش بود همگی عفو می گردد. چگونه که روزه یک عبادت عظیم است، یک فریضه مبارک است، واجب می‌گردد به شخص مسلمان که با این فریضه هنگامی که رسید آن را انجام بدهد و در برابر حکم الله سبحانه و تعالی سر فرود بیاورد به خاطر رضای او سبحانه و تعالی و به خاطر اجر و پاداشی که شخص روزه‌دار منتظر است. و نقطه را مسلمان در این ماه مبارک هوشیار باشد. اساس روزه داشتن این فریضه الهی، امتثال و چنگ با فرمان او و فرمان رسول او صلی الله علیه و سلم و تزکیه نفس و تقوای الهی و نزول برکات بر این بنده، نه به سبیل به خاطر صحت و سلامتی، به خاطر نوع از نوعهای مشق ریاضی که در بار ذکر کردیم، اگرچند که اینها را هم شامل می شود، اگرچند که بنده از اینها محروم نمی شود، ولی که به این قصد و نیت ها نباید روزه بدارد. پس برادر گرامی، خواهر گرامی قدر، باید این روزه های ما یک روزه های نمونه باشد، صاف و پاکیزه، با نیت صاف و پاکیزه و اخلاص از برای او سبحانه و تعالی بگردد، به خاطر رضای او سبحانه و تعالی، به خاطر
عفو او، به خاطر مغفرت او، به خاطر شستن گناهان از نفس‌هایی که بسیار مرتکب میشوند و پاکیزه نمودن او، تا با خواست الله سبحانه و تعالی این نفس چنان نفس بگردد که چگونه ای که کودک از مادر بدون گناه بیرون میشد انا همین گناه پاکیزه بگردد. و الله سبحانه و تعالی رحمان و رحیم است.